اما روشا دارایی و آبوریا عراق زیدتر گوتو بیش بکن لگل دکتور رنج محمد کشارزه آبوریا جزاخو لگل ما دکتور دم باش و سپاس با آماده بونا و زوزو اف گوتنین لسر روشا دارایی و آبوریا عراقی هم لنافخوا هم لسر آستا ناف دولتی جی تکرن جالی آجانس ناف دولتی پیواندی دار و وین داویه جی لگل گوتنین بیک آین حکومت عراقی راستا هنجوها دبینن کو دروشکا وها خراب دایا کو مترسیه زیدتر لسر چیه ببیتن دمین پیش ده؟ بله سپاس براستی او روشا العراقی داد بود سبارت باری آبوری یا باری دارایی هر العراقی مترسی داره تاراده که نپوی آستی او آستی ام پیش بینی بکین راستی بگمان افترا چوی افقوناغا چوی که عراق کتت ناف همی ام بجین قاورت سیاسی همی کتنت ناف که هفرکی داشت بر ام بجین هل بجارتنا هول هات یدان کو خلکه که دام از رین نابراست عراقی و واشور عراقی بوی چنده ام بجین دنگی دست ببینن و اول بوی باریرانی هر بگیر سال 2023 و تا ابروگه و 2 ساله اب سیاست هات یا پیرو کردن شلای ام بجین حکومت عراقی بخود سالاداری عراقی که اوجی کتلا بنا و اعمار و کتلا دیتر ابد تسلط نوکا جبه جه کاروکی انجمنی وزیران عراق فدرال و وکیلیا نفقات التشغیلی ام بجین تیچوین پروسیسی عراقی دا زده بونه او بوجا هاتی دین هندن سال 2023 24 25 که نزدیکی وک معدل 153 تریلیون دینار سالانه هاتیه ترخان کردن باشه دکتور افزی دبونا بردام یا مزاختنان به هر هوکاره که بیتن که واتا چه مترسیه که خواه ده پیش روژه ده لسر آبوریا عراقی ده بهلیتن؟ بله بگمان هکرها تو عراق امریکا ام بیجین 2023 بو 24 بو 25 7 تریلیون دینار قرارداد بی 2023 که حتی هاتت 24 دا بونه 83 پیش بینیت امریکا ببرن 2 تریلیون دینار قرارداد زیاده باری به چند 13 میلیارد دلار جی قرارداد اوید واجب بالدفع کووید بدت جدرفه ولاتین اروپا الصين وانا قارت کرین زیاده باری به ناقصی 54 که 41 میلیارد دلار دیجی قرارداد ام بیژن نظام برینو که بری سال 2003 عراق قرارداد گله قرارداد حقیقت بس هر سر هنده ام بیژن احتیاطیه که باشه احتیاطیه زیریه هی او وکی امانه وقت دلنیایه نهیلت امریکا دلارش 132 و 3 آن ام بیژن 140 تی پارت بوچی چون که بانک فدرالی یا بانک مرکزی هر وقت که دید حرکات دلاری خلطی و بوسری چو او قوت هی پالپشتی هی زیری پالپشتی هی دلاری دید انتخابی سوارت مترسیه بیشتر سیارات سر مترسیه بی آیا بله سر مترسیه بله عراق امریکا عراق فدرالی امریکا لید گرد حکومت تشکیل کرد اف حکومت بیت تشکیل کردنه جاری پارلمان دیگ سردینت حتی پارلمان رو به چندی بده مشغول بود یک سر 12 دید صرف کردنه دیت نامن حتی هیوا 4 5 یا بده بکش تا نزیده ترجی ام بیجین او کاریگری خونه بود او د صلات اجرین خراب کرد بیت دیویا بیت حکومت زیکا بیت تشکیل کردنه آنجی دی آبودی عراق خراب تلید دیو دا پارلمان عراق هر دی سوی فدرال دی ام بیجین موازنه دارجت و سال 2026 از پی بواری ما حتی هیوا حجی او موازنه او بودجه پسند کردن پارلمان عراق چون قضیه دیدی هبن و او جی دبتا ماده کی بله رنج اف بدیتنا و بتنه گوتنین جادین دوی وقتی دا کو پیکینان حکومت کار بوده تکرن یان براستی روشا آبوریا عراقی و دارایی آوه نها ولیهاتیه کو حکومت نچار ببید دمین پیجده نرخ دینار برانبر به دلار دستکاریه بکتن با آوه که کو بشید زیدتر دهاته و هبیتن؟ بله السال 2012 پشتی ماوی که دیرو درش نفت چوبی 143 دلار
$103 $145 دا کفت سال 2012 هدی ها تخار حتی گشتوی آسته $88 و $85 و $9 وی دمی دیسا و ام بیشن بودجه عراق اوات پترول هات به سعر گلک بی هنگ حکومت اگریبی عراقی ام بیشین به هنگ ما پیش بینی کرد گلک باکی بیشن آشکرا دف هواین هجاکو مبخوینا دخار السپایجی هم موجود حکومت عراق دی دلاری که 1400 و 500 دینار فعلا وکر پیش بینی ها من یا ابروکه از نگلک رج بینم ارسنا بینم عراق ابروکه دست پا بیت بهای دلاری آنجی بجن سعر صرف حتی 1800 بد دید نامن حدود 1450 یا 550 و البازاری داده 1600 بد اوناس بهای از ویر بیناری خو دنیات کم ابنا اباب اکشوان پیش بینیانه اگر هاتو او دهات عراق تتنش یا نفقات رواتب و اجور و خوشگذرانی پیدا کرد با عراق دی مجبور بد هر ولاتک جی بچ عراق بچ هر ولاتک دی بده مجبور بد سعر صرفه هر چند هندک سیاست دیت هین اکشوان سیاست ام بجن تاثیر کمی پارا تابع کد نپو یعنی پارت اری اصلی تابع کد ضحکت سی کدا او جی چی جوازینو بد هر دیسابه او کسی بوچی ملیونک ابروکا بویش مکک بیکهات بینایت بیت ملیونک و 300 دین سر حتی اوش مکا پی بیت بون نمونه جلگه که ام بیشن 100,000 بدش 150,000 بجا چه سعر صرف را بت یانجی چه پاره زیده بنسی که هر دی سبب ده نفس یعنی آریشا خواه بدو کار ودانا خواه بد چرا اکادی هند دوی باری دانه دکتر باشتر به کو دستکاریا باه دینار برانور دلار بکتن جبو کو وک او خالن نرینی انت بحث کرین جی لسر بازار چه نکتن بله او خو عراق وکی کسکی نساخه دویا بد بردوام دکتور السر و شروع کت کا الکیبه ام بیشن ده تاکت الکیبه ده فشار زیده بد الکیبه ده شکل زیده بد وکی کسکی نساخه بید بردوام انالایسیس بو هبد بید بردوام هیما و اندیکیترز بر چاف بن دیار بن کاکی و علاج کن اسب چنده اسب باری مبان کاف مرکزی عراق نبی آستی ام بیشن ریاکتیو و یا درست وید ام بیشن پرواکتیو با پتر دست بیش خر با بله امید بینی کار ودان جیل نکوانی نه اد بیشم عراق دکفته بن فشار دولت اوید بشین قریب دنا عراق وکی امریکا وکی اتحاد اروپیا وکی وان ولاتونه و ام بجه جینگه جیگلک دل خوش کرده بوی چنده کو وان مرجده این تسر عراقی بو تشکیل کرنا حکمت و آراسته و پاشروژی برانبر بی او بشید کوی قرطار کت عراقی از دیرت بینم گلک سعر صرف بید بدل کرده یعنی چید بید ریجه که 3 سیناریو 5 صدی حتی 6 صدی سعر صرف بدل بید 10 حتی 12 وکی دی 20 حتی 3 صدی 40 صدی طبعا هکر 3 صدی 40 صدی دو دار 4800 ام یعنی عجز نامینه دو هبی چیز دید نورمال دید بله هرمان جا هر حکمت که خوشگذرانیه بابت نه و خدمت گذاری خوشگذرانی گلک گرنگتر دویا بید افریقا دلار پزارا بید تا که عراق همه گل هریما کردستانی بشت افریقا گلک شمکاب بوی دهات خو بکرت نک پاره هر و بچه بو ام بیجین جماعت ابد لش ابد ام بیجین در و یاسای حل کرد ام چکی ابد دجی حکمتی و دجی اجندایت حکمرانی و سیستم فدرالی عراقی دو دستور پیشیلت کنه و پار عراق بیچنده چد دیویا بد حکمت کی گلک پیز عراقی دا بده که شون بدا ایلا کنترولا باجا بکت کنترولا دلیل کرد دیویا بد کنترولا باج نافخویی بت کرده بر همه نافخوی اول همین بت دهات نه نوت صدش پترولی به درصد اش باجا وانا بت حکمت بد عراقی حکمرانی بکت خوشگذرانی پیدا کرد نک بس خدمت گذاری به جاده کی چه که یان جی بجد فروکه خانه نجف به کریه یا بغداد خوشگذرانی تا که کس هست بختوری که تا که هر کس که طاف عراق دا هست و خوشی بکت کو او دهات دست کبت بوی باشترین آست ام بجن مفایجی ورگرد ویشی وی بله گلک سپاس دکتر رنج محمد شرازه آبوری جزاخو لگل مبون ماندونه من